سلام و درود به همه میموجی های عزیز. بچه ها حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. خب بچه ها امروز اومدم داخل تنظیمات بیسیک بهتون یه گزینه مخفی رو بهتون یاد بدم که با فعال کردن این گزینه یه جورایی اسکینتون نامری میشه. حالا در ادامه ویدیو بچه ها همه رو بهتون کامل توضیح میدم و کلا بهتون میگم موضوع از چه قراره. فقط بچه ها اگر جدید هستید و تازه دارید این ویدیو رو میبینید دکمه سابسکرایب رو ممنون میشم بزنید و دکمه لایک ویدیو رو هم بکوبید. دم همگیتون گرم که اینقدر حمایت میکنید. خب بچه ها بریم سراغ ویدیو. بچه ها این گزینه که میخوام بهتون بگم فعال کنید و خوراک کسایی که میخواین خط بگیرید یا مثلا حالا کم کردید میخواین انمی رو بزنید، وقتی میان کنار یه گوشه جای یه دیواری اینجوری میشه اسکینتون. نگاه کنید اسکین انگار تو دهن آدمه، انگار تو دهن موبایله. اصلا یعنی این کاتانا اصلا تو خود گوشیه، گان تو دهن آدمه، خود اسکین و اصلا نمیشه قشنگ انمی رو دید و خب میبینید به چه شکله. اما خب بچه ها وقتی برید تو تنظیمات قسمت بیسیک یه گزینه‌ای هستش این پایین که حالا من میدونید انگلیسی اونقدر خوب نیست ولی این گزینه است که دارم آفانش میکنم. آخرش نمیشه TPP. این گزینه رو بچه ها رو آن بذارید. اگر براتون آفر رو آن بذارید اسکین کاملا مخفی میشه. یعنی شما راحت میتونید ببینید انمی از کجا، حالا از راپله داره میاد بالا یا از هر جایی میخواین بزنیدش. دیگه با این گزینه فعال کردن این گزینه راحت میتونید انمی رو بزنیدش. و اینم بچه ها اضافه کنم که فکر نکنید حالا با انجام دادن این کار دیگه انمی شما رو نمیبینه. نه، این اشتباه رو نکنید، ولی شما خیلی راحت تر میتونید انمی رو بزنید. حتما این گزینه رو آن کنید. دیگه اسکینتون جلوی صفحه گوشی نیست و راحت تر انمی رو میبینید و راحت تر میتونید بزنیدش. امیدوارم بچه ها از این آموزش خوشتون اومده باشه. یه باگ جدیدم یاد گرفتم، اونم در ویدیوهای بعدی میخوام درست کنم و براتون بذارم. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشین. حتما سابسکرایب داشته باشید. فراموش نکنید زنگوله رو هم فعال کنید. خیلی دوستتون دارم بچه ها. مراقب خودتون باشید. تو قلب منید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.